шабакаи мо дар ютуб Баракат Расулов. آخی بوی دخترم میکنه وای میمورم تایه میگه پولا میکنه بوی شیرین میکنه بوی دختره کمه خدا گیره تو با قاتلای اینا مسلمانه نخواه دختری منه همین خلاف تو شده دیلش کشه استخوان‌های پاره جسدی که شخصیتش را شناختن غیر امکان، کرته دریده و کردزده مهرافروز 19 ساله را روز 28 آگوست از یک غار لاگر خرنگان بعد از 5 ماه بینام و نشان شدن این دخترک آرمانی پیدا کردند. خاله گلخمار که 45 سال دارد از غم و غصه و فراق زیاد پیر گشته است، ناتوان شده است، برای مهرافروز غور مرگش می سوزد و می نالد و دیگر توانی پیش بردن زندگیش را ندارد. وای میره که منه امیزه مردن داره آخی نداره آخی دختری بحثه مردن نداره ارزوی بسیار داشته که اما نصیحت میکردم که من مردم دعا گو بلم گو مردم آواد گیر امید نداشتم که من نبرد بالمی دختر بکنم خانم دروه محضبی خانم رفرزی 5 ماه گم شدگی اونجا امان داری همه پرکراتور و همه ملیس خانه گشتم فقط تو را گفتم زنده تایام گفتم این وحشیات را کشتم نه بچه خدای باید استخونای دخترم یافتم چشمای خوش روش نیستای همه ریختای رفتای وحشیات خوردن چیکار کرد دخترم چیکار کردنی؟ نه من باید دختر زون که من 5 ماه خطی میره گفتم ما چی گپایی نفهمیدیم ای آدم ها دوم گرفته این فایشش دایی ای رسیه رفته حتی همی لگری بالا من چیش برو اومد همون تلفنش برو اومد رفتیم نموندن ما دادر ما قریب لد کنن که یکیم که فایشش دایی این دختری من همین شنوندن و بردگیان همون گفتایی که زدمشه هوشش رفت بردم بالا و سیگنال تلفنش همونجا برآمد یعنی لعنتی ها با نموندن دختری من اکامینا رفتن نموندن درآمد اینجا باهوش رفته که دارو و کار کرده اکم دویده کرده رفته گفته را اون موزی دخترش میبیارم خرسم میشه ساز میشه رفته که اکاش گفته که میگه خودش همون زنک قراولای گفت مهیا نام داره او بچک خودش تیلا نام داره دادری همون مهیا قراولی لاگیره مهیا گفته که میگه اکا میگه که تو دانی داری لاگیره آمدیم رسیدیم که تلفن کرد اکاش دادرش چیکار کرد که وای گشته گفته که میگه ماشین قطعی از ما لاگیره نرسیده خوش رو که میگه ماشین قطعی آمده به 60 تا پیش ما من کرده که گشتیم نگاه کردیم که فرو آمده و دستوری نشان داده اکم گفته که گفته اینجا دختر پختر نیسته در اینجا چیکار میکنه دختر این من مایورم گفته بگیر گفته برا گفته من نمیمونم تا آخی این سیگنالی دختری من عاقبت معلوم شد اینا گفتیم که ما زدیم شد طرف همون بالا بردیم هوش آوردیم با عاقبت همش عیان شد که بالا جای بالا همون جایی که همون جای اونجا یک جای جزیره همه دخترها رو هم خیلی میبرن ما فهمیدم که اونجا ده او آدما
پول میگرفتن و دخترای مردم میگرفتن جا میکردن مردایی که پول داشتن دخترها می آوردن اینا پول میگرفتن واره دکم نتا خواه مجبوری آوردگه خب بابای من فهمیدم من مادر میسوزم میکوم میگردم آخی مایار چی کار داره در این کار همون مایار هم فیرات کنن بگذار جزاش بینه باید که مایار در جای کارش مایار باشه در کار شخصی باید لزی نکنه به او دستورینش اگر گناه نمیداشت میگفت مرامت برای بینیتون ایدا در جان سپوتینگ میگن دروغ نشان داده خطا کرده من برای همین دکزتی همین کار آمدن و من خونه یزنم بووک در خرنگون طرفی اوسو ما زدیم نمره یزنم در دوری همام ریش گرفتاده بوده زدیم گفتم چیکار کردی گفت اونجا تاری وای نویسونده همام گفتم که آخی این همام بوده یزنش توغری برآمده و یا چی میگن ناتوغری دروغ میگه ایدا در جان من دیلم همچون مادر میگه که این لعنتی تاکسی بوده دختری من شین گفته ای پدنالد ای همی قداوه ای آخی نه همیجا بوده او بچه آخی دختری من گفته که آدمی طرف خودمونه 6 تایگش نبود و نمیشش خودیدم همون روز 6 تای گفته که قشلاق میرم خونی بابام اینم خسته برآمده 6 تای که در رگی خوش گفته زدم هوشش رفت بالا طرفی بالا بردم به هوش آوردمش بعدا با خیلی قدش قد به قد گرفته به هوش که آمده که من قدش جنگ شده که تو چی من آوردی کی چی کی من میخواهم که انمون لگیره پانی هم مشد وای کنن کفتوکاو کنن بوی آورن یگان چیز دیگه هم همین فهمن ای آدم این من باور نکنن دیگر کسا پرسن رازوید کنن میفهمن که همون آدم چه خیلی آدمن بعدا با ایخون سهر کتی ایخونی یک اوچسکا یعنی با کولده یک باز زدیم که اوجه گریزونده نیجا آوردیم پایونتر ایش کارکنی آرگنه یا دختر فاطمه میگن با کولده خیلی سیویاز هست ایخی هیچ وقت در پیش تو یک آدم نباشه خود تنها این کار کرده نمیتونی میترسی چخیل این من خواستی چخیل میگیرم میکنم اوجه یا گروهی کلانن اینو در مباش دکتر هم هسته کارکنی ارگان هم هسته ممکن برای یگان گرده پردشان میگیرن این دخترای با قوتی خشرو را پول کار کنه میگن با این دختری من خونش کامیاب بود چون گرفتن خونش هم گرفتن گردش هم گرفتن دلار قطی فروختن من نمیدونم آخی هیچ که در کاردار نشه این دیلی مادر ای همه چیز فکر میکنه میمورم ای روی همین کار دختر صغیره کلون کد فهمیدی به عذابا کلون کد ما آخی من دای میاردمش میشدم همین دختر در 5 ماه گم شد کفتیم اخیری که من کسلی خند دارم دختر میرفتم زن زد بیاییم که دختر ما چیزی شایی افتاد میروه که میبرنش مول که خطای دخترش میبرورن همجا 3 کلچه زدگیه کرتا دروندگه اسنه قلتب ده کش ده دروندن ایجوش دروندن کرتا سخت بود نه ایجورا دروندن یک کرتای خولی داره نه پوچه داشت نه بستنوشکش بود نه تپوشای تگش نه نمولش هیچ چیش نبوده اگر به درجه عذاب داده دخترک که خودش گفته هم بچه که من عذاب دادم بعد آخر در بوغی کده کشتمشو در همون غور پرد دفتم این حالی کاروشان خیلی نمیدونم که دیگه پیشگی آخر در ما می دولت برم در دولتی ما دولتی خوبه ما یگان چی نمیکنیم آخر که دلای می خواهر من در دستی جانی نوریدین زد بعد همی قش آشکار شد زنگ زدم آدمی رحمت بعد پدرش رحمت هفروشته شد رحمت کنم من کدا در جان کجای رفتم دویدم رفتم سوختم با من داشت ایزام دادن گفتن دوم گرفته رفته گه دختر قچه کلون میکنی میگم ای مسلمان دختری من خیلی نیست این اگر باور نکنم خونه هم داشت دیگه آخی هم ما میگم ما هم گفتیم که میرافروز نرفته میرافروز بردگی هم ما میگفتیم ساده نازی همی خانه چند باره خانه شده و پر شد ساده میگن میرافروز ما چون میسوزم میگن ما برای این دختری که ما میسوزیم نه دختری خوب بود با هم کم بغلی خودش عذابی خودش خواندنی خودش آخی
همه دختره دختری خوب بودی خیلی دختری نه دخترو ای حسابی خود چون سوم کار میکنن این دختر همه خیلی دختری حق بود که اوچاش گفته توی کلان شدی دختر میره در توی مردم پسوده میشوی گفته اوچا جون من نه جلبی کردم نه غری کردم من نه غیبت رفتم من استودنتم من پدر ندارم من میرم امورا میشونم مرا پول میتیم من میرم پولی مکتب من میسپارم اوچا تو زیق نشو پولی تو را میگیره خونه در از خود میکنیم این همی دختر رفته این نمو همسایه هست اینجا که تا ساعت 12 را میگه خونه ما در پسوده شد سومو 150 سومش دادم شب اومده و چشم میگه نخیلی اوه گردم درد کرد همه خیلی خوش شد نمازش نخوام میگه شاده در خوش خواب دیده همی دخترک این دوام شد چشم بگه که چه خواب دیده من گفتم که نرو استودنت شدی مرجان نرو گفتم استودنت شدی ای بای ایزو نمیکشی گشت گفت که اوچا جان غری و دوزی ای بو ایزو ای من مهنتی حلال خود من میکنم گفت میرم گفتک میگیرم مهنت میکنم گفتک مهنت میکنم گفتک آخی من میرم ریتینگو ما میسپرم راه پلی میکنم میسوز پول ریتینگو شگو 150 سومون گرفت سهر قطی خیس رفت کو ای خواه خیس موزاش خوند خیس رفت سر روش شوش بای کردو خیس لباسش پشید رفت گفت که چجا میرم رفت تا ریتینگش سپوریده که اومد گفت چه قسمی او بدورن و یا گویا 4 تا سپوریدن یکی 2 تاشه او بیش سپوریدم دو ریتینگ با آمدم و چجا اینا کاری خوب نشد آخی ایدو بانک قرض دارم اینو میرفت روزم همه میگه دیلی ما همه خیلی با همی دختر سوخته سایی که ما نمیتونیم ما نمیفهمیم چکر همه آدم ها که بگیرن یک خیلی آدم که بگیرن علوش بزنن یک خیلی آدم که بگیرن بپرونن نه که او را نه علو بزنن نه پرونن او را خدا بزنن او را زدگی خدا چی کاری میکنه خدا بزنش همین میدونن همین قانون خودش میدونه که برای خیلی آدم ها چی جزایی دیگه خیلی خواری ما ایسورو که دیلش همه گفت میگه همین دخترک پیش ای مردنش همین 2 روز پیش رفته هم پسوده شد پسوده شد و شب خواب دیده نمازش نخواد شب خواب دید ساعت 2 شب بود ساعت 2 شب بود فخ کرده گیره دورا سویت در کرونه و گفتم که میرفت جون گفتم چو کردی خواه نداری کسل شدی گریب شدی گشت گفت که چجور نه گریب نشدم و گفتم خیلی چیکو کردی و خپا گیره داشتم و گفتم چیکو کردی خیلی و گفت چجور ترسید و من دختری ناترس بود تو همین بگه می اومد ایکا روژین تیار میکرد میخوردیم میگرفتیم همه را میشوش میگرفت آواش جوش میشد همین روی حالی تا ساعت دیدی شب یک شب ولی باز میشوشت میگفت که اکنون نمیترسید میگفتم نمیترسید میگفت که آخه چجور من نمیترسم همون روز نه که بدی همون روزی خواه دیدگیش میترسید میگفت میترسم و چجور گفتم چه خیلی خواه دیدی الان خیلی میلرزه اوه چشمش ریخته است بالای بیاشته شهر رست میگم چون کردی میگه که خواب دیدم و چه گفتم چه خیلی خواب دیدی گفت که خواب دیدم که تلفنم زنگ زدم گفتم برداشتم گفتم السلام علیکم الا گفته با گفته که میگه آوازی همه خیلی مهینه خوش روی پارم چه خیلی دک ولی من دیسکو مسلمانی گم میزنم و چجور میگه همه خیلی میگه ای بنده به تو پیام اومده است و میگه پیام از جانبی کی گفتم که گفت که پیام از جانبی پیغمبر محمد گفت چه پریدم خیسته ترسیدم و چجور من لرزم گرفته آوازی فاره بدونه که ترسیدم گفت من میمورم چی بالا چجور گفتم نگو نمیموری تو براسم مادر شدی شب خفتار تا نخونده برای نخونده بخیر درامده دیل تیش کردم که بعد 2 روز زیخ بودم تا بعد 2 روز دیدن گل شد رفت اینا میکشته بود اینا خوابی خود شد دیده بودن آخه دختری من دختری خوب بود دختری پاکی از اون کشیده رو چنگ دیالاش میخوام که به قاتلاره یا من کش رو هم باشه من فهمم که دختری من چه خیلی کشته باید در چشمی من خیلی دیگاه کنه گوه که
من خیلی کردم و خیلی کردم و خیلی کردم. من دانم که فرزندی بازم کلان کردگی من چی خیلی مرده. آخی میمونم تایی من 5 موتور کفت افروز آخی بچه ها رستان نبودم با می کوه پاشه که پاش درده جا باشه پاشه قبلی نبود ستغانوش به دست میکنم میکنم خیزه گوشتای دختر رزوده خورده ده وحشی شده نه یادم ای خدای پیشی خیلی آدم ها را گیره گیرن پیشی ری و خیلی آدم ها را که چند دخترین گم شد ساده فهمن که اینو را برای گرداشون دل جگرشون میبرن برای چی میبرن کار برن اونم دختره که 3 سال شده بیچوره را اونم ده همه قرب برای همه میگن که او دختره که اول خطی هم بچه میگشته مونی حامیله شده او دختره آورده بالانای بچه را ناو کرده همه چیز شد گرفته ای بچه بعد گفته که خیلی تو مرا خیلی کردی مرا بگی این خیلی نخوریشش زدهش یک بار گفته است که در همونجا که یک بار نخواهد جقیدمش مرد غلطید مرد بعد همین بچه که دختر ایرا کشته اما بچه دیگری خطی بردن در همونجا پرت افتن این اکه این برد پرت افتن که میدونه کجا برای با یک کسی دیگر چی رفتن روسیه 3 سال گشتن تلفن دخترک در دستش بوده نه که نمره تلفن در دست میلیسه بعد همین تلفن همین سال یک دختر میگیره که میلیسه میقپن شو میقپن میگه تلفن تو کجا گرفته من میگه تلفن میگه ایدس یک کس خریدم این صورت در دست میلیسا بوده گفته کی خریدی میشناسیش گفته او نشان دادن که گفته می خریدم اومدن بردن هر دین این بچه ها را گرفتن بردن اوش کشنده و ده کسی اجاشتن بردن پرت افتن در غار دختره که خب چه کردن بردن پرت افتن او دختره این که 3 سال پس این تلفن یافتن مثال گفتن دیگه تنج هیچ گم نه با یک تای دیگه کشتن در کره بود دختر خواهری من آمده خیلی بیچاره این نوداری عیب نیست این غری و جلبی عیبه نکه اولی آدم ها میروند چی کارای بد میکنن خیلی میره بردن سایری گلی لولا همین دختره که بردن یه اوچهش گفته یه نرای بچم دریکتر جنگ میکنه یه روز پیش میره جو میگیری که امتاری دا بردن جو گرفتن بعد اومده دیگه شال پرش ده بیچاره اوچهش گفته بخی برا که اولی دریکتر جنگ میکنه بعد میگه اینه تای روی چهست فردی نپسندی که گفته اوچه مرا نمیفوره هر کس در بوله سری تو گب زنه دیگه پوشیده خسته بونده رفته با میگه همسایه که رفته اوچه شدیده گو ای دور گفت دستم خیلی که اوچه سون بته بعد سه میرفت جون این همجا مکتب ده یکون چیز میپزن میفروشن یک 5 سون کار کدب ده این مفته جیبکش کفته افته که دختر جون این 5 سون دارم افته اوچه میشود افته 3 سون ده تاکسی ده میرم 2 سونش ده پروشکی میخورم کارت استودنتین ده 1 سامان دارم میام 14 سوار میشم خانه میام ایستانش گفته ای خدمونه 14 سوار شده اومده فرامده که و ابلهی آدم کش در نمجه استودگی بعد گفته من میرم بچه را شناخته بچه این بیشه اینجا بعد ششته میگه همین بچه گفته است که دین بچه ها ما رفتن و بچه را سخت قبلا اول نگفت باید بچه گفته که خیلی شنانده بوش ماشین ده خیلی بعد چی گپی شد موبایل ده که زدهش هم خیلی زیل زده یه آدم کشته آخی زده که می دختر هشش برفته هشش برفته و دختر بشینه خودم دختر هشش برفته گرفته برفتهش دیگه بالا هیچ کی ندیده بالا بوده و لگه بوده او کجا بوده خدا زده انک سوده میگه بوده اوجا نه بود گفته که من شارش کنم خیزاندمش خیزانده دختره با کی خیلی شماش که در کجای دیگه قد به قد گرفته خیلی دختری خطی خیلی سختر بود و خیلی وقت بیچاره کاری سخت داره بعد بالا بوده اوجا خیلی چقدرش قد به قد گرفته دختره که نمیدونم با چکارش کرده که یا همونجا ده کشته یا اونجا ده اون معلومات نداره میده بعد گرفته هم بالا بوده خیلی
چیکارش کرده نکرده هم ده غور فرستاده گفته که جقینم کشتمش غور ده پرتفتمش غور ده پرتفته 5 مشته ما آدم میکنیم و خدا زده ها در همجا می آمده می رفته ما رو که چیکار میکنن یو می آمده می رفته همجا یک بار بچه ما کلاب تلفن میکنم میگم تلفن می رفت روز پیش خونه تون برو آمده است خلا برو می رفت روز آمده می ترسه این می برای که دو بچه میگذره و همون چنین دختری ما را کشتگی بدیانه تلفن در جیبک شونه و خدا بخبرونه میفهمه که ما بس پودین نگه داریم که تلفن کجا در فرگشت است ما فکر کردیم که او تلفن ده همه دختری خود ما فکر نکردیم که همون روز دختری ما را آورده کشته بوده فرد داده تلفنش در دستشون فرد کشتن این هم خیلی دیگه دین رفت 16 دختری ما مرده بود 15 روز ما کلاب آمدن در نمی خونه قطعی نمی دختر نمی همسایه ها قطعی همه ما متهم داریم در این خونه من اوله خودگی منعکر تک مانه میگذاره عروس ما را گم کنیم خدا خونه شده بسوزن ما همی دولت ای حکومت ما مینداری با ای امید جان که همی دختر دیله خواهری من را برداشت و همی را سخنهای خوب گفت این 14 روز توقت کرد گفتش که اپا جون این کرتای خیلی همه دوره یک کرتا همه دوره همه دانستن را دلتهی که همه دوره اول بستان نمال دختر که بیون کشلوکش بیون پوچش بیون بعد خیلی دختری خودت میشه اپا جون ما نکویم سخنهای خوب یو گفتگی نقدهی توقت کرد دینه که شما در زنگ زد که نموده بعد ما دینه رفتیم گفتن دختری خطای بعد شروع فهمید که دخترشه بعد آوردم مقدار همه زنک خودش همه قپیمش نمیشه اکان پای دخترم قپم یا برم خدمت در روی دخترم پرتم این زور ایوکی یاد کردم زن شیرینه مدرکش آفرین صغیره کردیم میرفت روزی شیرینه و یاد کردم تو ماخی 5 ماه خورد دختری مادگی و یاد کردم آخی پاچام کپیتو گشتم دختر گفتم من همین 2 بانک قرض دارم برای میرفت جانم اینا با قرض داری دنیا شدم برای کفت و کوی میرفت روزم این سو دویدم او سو دویدم نیافتم دختر به استقانه خالش یافتم میرفت روزه که من 7000 بانک قرض گرفته بود که اونچه من در لباس پر خریم من تلفن و کامپیوتر خریم من همه کار کردم گرفتم نه تو بار شده بود دادن شکی دوزیدن بردن کشتن دختر خودم 5000 بار گرفته که بدون برای نمی خانه که تو خانه که هستیم از پدر ما مونده من گفتم دکنه میکنم این همش نابود شد رفت میرفت روزم گم شد وای خودشم رفتن نه که قرضی دنیا در سری من مونده دادرکش کسلی روحی باری شده یعنی دادرک که خودش کلام کرده بود میرفت سیفی بود دادرش 3 ماه من کار میکردم بود این کودک لنگ میکرد کودک بودی میکرد دادرکش راه که کسلی روحی در قریب آمده نمیدونم چیکار کنم ای خدا من همین حکمت دارم ای دولت خواهش میکنم که همین قاتلای دختری من به جزا نمونه و جزای همین سخت‌ترین گرفتار شدم کنم ای همه اون کسانی که مسلمانند مادر دارم خواهر دارم میخواهم که همین به درد دلی من برسند همین من فهمن به من کمک کنن اگر تانن که قرضای دختر بسپرم من نمیدونم من چقدر دیگه عمر ببینم من درد غمی دخترم میرم روز جا میخوام که همین نمورد قرضای دختر بسپرم اگر من چقدر همزور شو میرسنگی یاردم تیان من نانامی دختر من تانم کرده قرضاش تانم دادم بمورم و به آرمان میمورم که دخترم دیگه قرضا نیستن آرام خورم
رقمه اون دو پسه بشه قرضه خانه را همه بکنه لیک ما دیگه هر چیز فکر میکنیم قسمت دیگه هر چی بوده همین آرزو دارم که همین قاتلا به جزا نمونن و همین میره افروزه که من کشتگی ها همشون بس جزا ببینن جزای سخت ببینن که دیگه مردمی که همین مسلمانی در دلشون نیستن مسلمان میگن همین کار میکنن ترسن فهمن که دولت هست برای خیلی آدم و قاتلا حکومت یک چاره میبینن دیگه دخترای دیگر را خیلی نکنن نگوان که بسویبن هیچ که در این دور بسویب نیست ما پدر نداریم یا کم بغل نشونیم ما را باید بکشم ما خدا داریم خدای در طور سر هسته من شکر بکنم که این لعنتی ها این کار کردن که من شب و روز دعا میخواندم بچه جان نماز میخواندم تا سهر من خانه میرفتم فقط نماز میخواندم که قام نمیبود آه وای با امید بودم که میرفت روز من میام که نیفتم من امی جناب ای هم ای امید جان خیلی خیلی راضیم که وقتش در یکم گم شوی دخترم در من بگی جو رفتم شکایت کردم گفتم که دختری خوبه دختری من هیچ وقتی یک قرض من نمیپرتون نمیره میدونه که من دولین دارم دیگه که سال من بچه از آقا یک کلام کرده که نمیره و میگفتم من با یک پای میگفتن که ای دختره با باوری نیست دختر خیلی نه دختر خیلی نه مورد به یادآوری است که مهرافروز در کورس اول شعبه غیبانه یکی از فاکولته دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکرد. او همراه مادرش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 ناحیه اسماعیل سامانی به حیث لبرند کار کرده زندگیشان را پیش می بردند. روز 4 اپریل مهرافروز لباس زیبایی چکن به بر کرده همراه دوگانه‌هایش به بزم گل‌های باغ به نام استاد صدرالدین عینی رفت و دیگر برنگشت.